اگه شما هم مثل من گلس زدین و اینجوری هوا رفت زیرش و هوا دیگه بیرون نرفت، هیچ کاری نداره. فقط یه تیکه چسب نواری میاری و اینجوری تا میزنی و زمانی که تا زدی آروم LCD رو بلند میکنی و میفرستی جایی که حباب گرفته و بعد گلس رو میخوابونی و بعد چسب رو میکشی بیرون. همین راحتی حباب گلست رفت بیرون. اگه شما هم مثل من گلس زدین و اینجوری هوا رفت زیرش و هوا دیگه بیرون نرفت، هیچ کاری نداره. فقط یه تیکه چسب نواری میاری و اینجوری تا میزنی و زمانی که تا زدی آروم LCD رو بلند میکنی و میفرستی جایی که حباب گرفته و بعد گلس رو میخوابونی و بعد چسب رو میکشی بیرون. همین راحتی حباب گلست رفت بیرون.